یک شرکت بازرگانی از واحدهای مختلفی تشکیل شده. اینجا واحد فروش این شرکت بازرگانیه. در این واحد با توجه به نیاز مشتریان برای اونها پیش فاکتور با تاریخ اعتبار مشخص صادر میشه و این پیش فاکتورها مبنای صدور فاکتورهای فروش هستند. فروش به مشتریان با قیمت‌های متفاوت صورت میگیره و همچنین دوره‌های تخفیف متنوعی برای اونها تعریف شده. یکی از کارهای مهمی که تو این واحد انجام میشه محاسبه پورسانت فروشنده با توجه به سابقه و قدرت فروش اونهاست. تو این شرکت کنترل ورود و خروج کالا و در نتیجه نگهداری موجودی کالا در سطح بهینه بسیار مهمه تا فروش با مشکلی مواجه نشه. همچنین دریافت مبلغ فاکتورهای فروش و مدیریت وجوه نقد هم اهمیت زیادی داره. حسابدار شرکت باید هر هفته حسابهای بانکی رو کنترل و مغایرت اونها رو با حسابهای ثبت شده در شرکت پیدا کنه. ضمناً شناسایی مشتریانی که خوش حساب نیستن و اطلاع رسانی و پیگیری مطالبات از اونها به یکی از کارهای روزمره اون تبدیل شد. و همه این کارها وقتی سخت‌تر میشه که حسابدار مجبور به ثبت همه این رویدادها در دفتر روزنامه و انتقال اون به دفتر کل باشه. و مهمتر از همه اینها باید گزارشات دقیق و به موقعی به مدیر شرکت در ارتباط با روند فروش، سود شرکت، نقدینگی و مطالبات بده. بسته بازرگانی سپیدار این امکان رو به شما میده تا با سرعت بالا و به سادگی برای مشتریان خود فاکتور فروش کالا و خدمات صادر کنید و اطلاعات اضافی مربوط به هر مشتری و فاکتور رو ثبت کنید تا در هر لحظه بتونید موجودی انبارهای خود رو کنترل کنید. با استفاده از امکان انبارگردانی میتونید از آخرین مانده موجودی کالای خود اطمینان حاصل کنید و کسر و اضافه موجودی انبار رو شناسایی کنید. همچنین میتونید هزینه حمل کالاهای خریداری شده رو در فاکتور خرید ثبت و به کالاهای خریداری شده تسهیم کنید. علاوه بر اون امکان صدور صورت حساب رو برای مشتریان خود به تفکیک محصولات خریداری شده خواهید داشت. با استفاده از سیستم دریافت و پرداخت در این بسته میتونید دریافت و پرداخت وجه نقد و چک رو مدیریت کنید، عملیات واگذار به بانک و وصول و بازخواست چک‌های خود رو انجام بدید. همچنین با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد میتونید کارکنان خود را تعریف و برای اونها محاسبه حقوق انجام دهید. با امکان محاسبه پورسانت فروش میتونید پرداخت به تیم فروش خود را مدیریت کنید. با توجه به مفهوم یک پارچگی در این بسته، همه رویدادهای مربوط به خرید، شناسایی هزینه‌ها و فروش کالاها به صورت کاملا اتوماتیک در حسابداری سند میخوره. امکان استفاده از گزارشات متنوع در هر یک از سیستم‌ها و گزارشات فعالیت‌های روز به صورت تجمیعی به شما امکان میده خرید و فروش روزانه خود رو بررسی و در جریان آخرین تحولات کسب و کار خود قرار بگیرید. به ویژه گزارشات مرور فروش به شما امکان میده کالاهای پرفروش و سودآورتر رو شناسایی کنید. این موضوع برای ثبت سفارشات در زمان مناسب برای خرید این دسته از کالاها ضروریه. استفاده از امکانات قانونی موجود در این بسته خیال شما را از گزارش‌دهی به مراجع قانونی نظیر دارایی و بیمه آسوده می‌کنه و با عملیات اتوماتیک و یکپارچه در پایان سال مالی میتونید اظهارنامه مالیاتی خود را به آسونی تهیه و دفاتر خود را به سادگی بنویسید. بسته بازرگانی سپیدار با امکانات فراوان و کاربرد راحت منجر به رونق کسب و کارتون میشه.